بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم تعالی سپاس میگیم که برای شما باز توفیقی را نصیب کرد که بر شناخت زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا کنار هم جمع بشیم و از الله متعال استدعا داریم نیتهای ما شما را خالصانه بگردانه و توفیق فهم شریعتش را آنگونه که خودش را نازل کرده برای ما شما نصیب بکنه. موضوعی را که در روز قبلی در موردش بحث را آغاز کرده بودیم ضرورت شناخت سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و به صورت کلی مفاهیم را ذکر کردیم که الله متعال هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان آخرین پیامبر الهی مبعوث میکنه و در قرآن کریم برای ما شما دستور میده که از رسول الله صلی الله علیه و سلم الگو برداری بکنیم. به اساس این سر ما واجب میشه شرعاً که زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم را بدانیم و به خاطر امی ضرورت بود که ما شما گفتیم درس سیرت را آغاز میکنیم. موارد دیگه هم که از جمله ضروریات برای شناخت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان حامل شریعت هست، یعنی کسی است که دین را از جانب الله متعال برای ما شما رسانده. غالبا غیر مسلمان ها و مستشرقین و کسانی که پیروان از اونها هستند گاهی وقتا به خاطر نقد کردن و انتقاد وارد کردن در مورد شریعت پیامبر صلی الله علیه و سلم بخش‌های از زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را به گونه وارونه و معکوس جلوه میدن تا ای که با به اعتبار ساختن پیامبر صلی الله علیه و سلم جایگاه و منزلت شریعت را در نزد مسلمان ها تضعیف بکنن و به همین خاطر خیلی موارد شما اگر از شبهات اسلام ستیزها را دقت کرده باشین بخش‌های زیادی از شبهات از اونها در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم، در مورد شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، در مورد مبارزات رسول الله صلی الله علیه و سلم، حتی در مورد ازدواج‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم و موارد از این قبیل که ما به صورت تفصیلی در درسایی که در روزهای جمعه داریم در بحث پاسخ به شبهات اسلام ستیزها وارد این موضوع میشیم. یعنی یکی از نیازمندی‌ها و ضروریات برای شناخت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت دقیق و همه‌جانبیش است که امو شبهات و سخنان مغرضانه‌ای که توسط یک عده از مردم در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته میشه تا با به اعتبار کردن شریعت پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام را بد معرفی بکنن، این را ما باید دقیق بفهمیم و با پاسخ از اونها بپردازیم. و نکته دیگه‌اش است که ما شما در حالات مختلف زندگی ما به اصطلاح مگذره، در هر حالتی که انسان در زندگی خودش باشه، چی در سختی ها باشه چی هم در راحتی ها بوده باشه، چی در شکست ها بوده باشه چی هم در پیروزی ها بوده باشه، در همه حالات زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک الگوی عملی برای یک انسان مسلمان هست. خیلی وقتا مسلمان ها در حالات مختلفی وقتی قرار میگیرن در نوعی سردرگمی واقع میشن که خب مثلا ما حالا چی باید بکنیم، تصور میکنن که اسلام در بعضی از حالات خاصی ممکنه بر از اینها برنامه نداشته باشه، در حالی که کاملا حالت معکوسی عزیز. شما وقتی زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را دقت کرده باشین بسیار فراز و نشیب‌های بسیار متفاوت و گوناگونی را داشته. پیامبر صلی الله علیه و سلم در اوج پیروزی ها هم بوده و موارد در شکست ها هم مواجه شده، در اوج خوشی ها هم بوده، در اوج ناراحتی ها هم بوده. یعنی همه مراحل را که ممکن انسان ها در زندگی خود با او مواجه شوند این در زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم عملا واقع شده. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم در شکست ها و در پیروزی ها و در خوشی ها و در ناراحتی ها چی نوع عمل کرد داشته؟ شناخت عمل کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمینه های مختلف زندگی برای یک انسان مسلمان به خاطر این لازم است که خودش بفهمه ما در حالات اگر در ناراحتی قرار میگیریم چی نوع موقف باید داشته باشم و اگر در خوشی قرار میگیریم چی نوع باید عمل بکنم، اگر به پیروزی دست میابم چی باید بکنم و اگر با شکست مواجه میشم چی باید بکنم. و به همین خاطر هم هست که گفتیم اینه شما از زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببینین در همه حالات در زندگی از او یافت میشه. الله متعال اراده کرده که زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم دارای شرایط بسیار متفاوت و گوناگونی بوده باشه به خاطر از اینکه هر انسانی در هر موقعیت و وضعیتی که قرار داشته باشه
یک نمونه از عملکرد پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان یک الگو و به عنوان یک تابلویی که باید از او به اصطلاح کپی برداری بکنه پیش از او باید وجود داشته باشه. به این خاطر هم شناخت زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم یک ضرورت بسیار مهم در نزد یک انسان مسلمان هست. و موضوع دیگه هم که در روز قبلی هم تفصیل از این ذکر کردیم، یادآوری از اون ان شاء الله بی‌فایده نیست، است که یک انسان مسلمانی هنگامی که شخصیت یک انسان را به صورت کامل درک بکنه، در اتباع و پیروی از او انگیزه های قدرتمند پیدا میکنه. و یکی از لوازم اساسی ایمان به پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و زمانی یک انسان انگیزه پیدا میکنه که از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی بکنه که ابعاد مختلف شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را درک بکنه، زمانی که یک انسان بفهمه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین معلم است، زمانی که یک انسان بفهمه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین رهبر یک جامعه است، زمانی که یک انسان بفهمه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین تدبیر کننده خانواده است، زمانی که یک انسان بفهمه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین مرد جنگ و مبارزه است، زمانی که یک نفر بفهمه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین دعوتگر است. یعنی همه ابعاد زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را وقتی یک انسان درک بکنه، با کمال رضایت خاطر و با کمال خوشی و با کمال اطمینان قلبی از اون شخص پیروی میکنه. و به همین خاطر شناخت ابعاد مختلف زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر اینمی موضوع یک ضرورت بسیار مهم و اساسی است و جدی است. به این خاطر سر انسان مسلمان لازم است پیامبر صلی الله علیه و سلم را بشناسه. مورد اولش است که یعنی یکی از واجبات ایمانی بنده مؤمن شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، به دلیل ای که وقتی انسان مسلمان کلمه طیبه را میگه که لا اله الا الله محمد رسول الله، اولین واجبه هست بالای بنده مؤمن شناخت الله هست، چون ایمان بدون شناخت و علم معنا نداره. الله تعالی در قرآن میگه فعلم انه لا اله الا الله. نکته دومش شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، چون انسان مسلمان هنگامی که شهادت میده بر رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم، سرش لازم است بشناسه چی کسی به عنوان پیامبر الله تعالی است. نکته اولی است. نکته دومی است که از جمله لوازم ایمان به پیامبر صلی الله علیه و سلم محبت داشتن به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه هیچ کدام شما مؤمن شده نمیتونین تا اینکه مرا از خودش کده و از زن فرزندش کده و از همه مردم بیشتر دوست نداشته باشه. و امکان محبت داشتن نسبت به یک نفر وجود نداره مگر اینکه انسان او را بشناسه. یعنی ممکن نیست یک نفر نسبت به یک کس محبت داشته باشه در حالی که او را نمیشناسه. به این خاطر به خاطر محبت داشتن به پیامبر صلی الله علیه و سلم که یک مکلفیت ایمانی ما هست، ما بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم را بشناسیم. ضرورت سومش است که برای ما سر ما واجب است از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنیم. و همیشه اطاعت کردن از یک چیزی و اطاعت کردن از یک شخصی زمانی ممکن میشه که انسان نسبت به او علم داشته باشه. پس علم داشتن نسبت به ابعاد مختلف زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک مکلفیت شرعی است، به خاطر که ما مکلفیم از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی بکنیم. اینا از جمله نیازمندی ها و ضروریات اساسی است که انسان مسلمان باید پیامبر صلی الله علیه و سلم را بشناسه. حالا وقتی ما میگیم پیامبر صلی الله علیه و سلم بشناسین، به می خاطر ضرورت به برگزاری دوره های سیرت هست. غالبا درس‌های معمول سیرت است که از مسائل تاریخی شروع میشه و بعد مثلا تاریخ تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم و حوادثی که واقع شده و به این ترتیب بحث میکنه. ما به خاطر از اینکه گفتیم هدف اساسی ما از بحث در مورد سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، به این خاطر ترکیز ما از برگزاری دوره سیرت بیان زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از رسالت از او هست. به خاطری که ما شما زمانی مکلف هستیم از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی بکنیم که به عنوان پیامبر خدا از جانب الله تعیین شد. به این خاطر سر این مرحله ترکیز میکنیم و مرحله قبل از بعثت را به صورت گذرا مرور میکنیم. و او موضوعش به گونه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 571 میلادی که مصادف بود با سال فیل و وجه نامگذاری از او را هم میدانیم که ابرهه کسی بود که تصمیم گرفت به خاطر به دست آوردن جایگاه و منزلت دینی یک عبادتگاه به رقابت کعبه بسازه و این را در منطقه خودشان در حبشه جور کرد و وقتی دید که مورد توجه مردم قرار نگرفت، به خاطری که انگیزه مردم برای بازگشت به کعبه و مراجعه به کعبه خیلی قدرتمند بود، تصمیم به تخریب کعبه را میگیره که الله تبارک و تعالی خانه کعبه را به صورت معجزه‌گونه حفاظت میکنه و داستان از الله متعال در سوره فیل ذکر کرده. امی سال رسول الله صلی الله علیه و سلم تولد میشه.
یک سلسله حوادثی در بعضی از کتاب‌های سیرت در مورد از اینکه وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم تولد شد فلان واقعیت صورت گرفت، فلان واقعیت صورت گرفت، نفهم آتشکده‌های فارس خاموش شد و نفهم قصرهای فلانی منطقه فرو ریخت. اینها گرچه در کتاب‌های سیرت شهرت داره اما متاسفانه سند معتبری نداره. هیچ کدام از اینها سند معتبری ندارن. و قبل از این خب ضرورت است که این نکته را هم یادآوری بکنیم که ما برای شناخت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم ضرورت داره که منابع سیرت را بفهمیم، که ما از کجا باید سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بشناسیم. اولین منبع برای شناخت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن کریم هست. قرآن کریم اولین و معتبرترین منبع برای شناخت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم است و خیلی از ابعاد زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم عملا در قرآن منعکس شده. یعنی وقتی انسان قرآن کریم می‌بینه خیلی از آیات قرآن کریم سبب نزول داره. سبب نزول آیات قرآن کریم در حقیقت بخشی از زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که حادثه و واقعه صورت میگیره که قرآن کریم نازل میشه. به این خاطر منبع اول برای شناخت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم همین نکته هست. و بعد از قرآن کریم منبع دوم برای شناخت سیرت کتب حدیث است، کتب معتبر حدیث. این منبع دوم هست، مثلا مسلم و بخاری و خیلی از کتاب‌های دیگه. کتب حدیث از دو وجه منبع بر سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. وجه اولش است که همه آنچه که تحت عنوان حدیث یا سنت گفته میشه یا قول است یا فعل است یا تقریر است و هر سه از اینها در مفهوم سیرت دخیل است. دقت کردین؟ یعنی قول پیامبر صلی الله علیه و سلم در مفهوم سیرت پیامبر داخل است، فعل پیامبر صلی الله علیه و سلم و تقریر پیامبر صلی الله علیه و سلم. یک وجه دیگه چیز که تقریبا اکثریت کتابای حدیث یک باب کتاب مستقل داره به نام کتاب السیره. این عنوان همه کتاب‌های حدیث غالبا دارن، مثلا بخاری داره، ایرا ترمذی داره و دیگه کتابا به نام کتاب السیره. در اونجا سایر ابعاد زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت مشخصتر بیشتر روی غزوات پیامبر صلی الله علیه و سلم ترکیز بیشتر شده، چون در نزد یک عده زیادی از علمای سلف اصطلاح سیرت غالبا اطلاق به غزوات رسول الله صلی الله علیه و سلم میشد، یعنی غالبا مترادف شناخته میشد با غزوات پیامبر. مثلا کتاب‌های داریم ما به نام مغازی، یعنی جنگ‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم و غالبا اونها از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بحث کرده. این منبع دوم هست. و منبع سوم کتاب‌هایی است که به صورت مشخص تحت عنوان سیرت نوشته شده، یعنی اهتمام امت اسلامی برای شناخت زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم از ابتدا خیلی زیاد بوده و به همین خاطر از اولین کتاب‌هایی که در تاریخ اسلام نوشته شده کتاب‌هایی است که در مورد سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم نوشته شده. مثلا اولین کتاب سیره ابن هشام هست که مشهورترین کتاب است بعد از سیره ابن اسحاق و دیگرها که تقریبا در قرن دوم نوشته شده. اما یک نکته را مد نظر داشته باشین که علمایی که سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را نوشته میکردن در اوایل دقت زیادی در تنقیح روایات نداشتن که روایات را به اصطلاح غربیل بکنن و روایات صحیح را از ضعیف تفکیک بکنن. اما روشی که در میان محدثین معمول بود. محدثین هر روایت را که نقل میکردن بعد کوشش میکردن که در مورد حکم این روایت تحقیق بکنن که آیا این روایت از لحاظ سند و از لحاظ متن معتبر هست یا نیست. بعد از یک روایت قبول میکردن و کتاب‌های سیرت کتاب‌های حدیث جمع میکردن. متاسفانه این روحیه در میان کتاب‌های سیره‌نویسا زیاد معمول نبود. به همین خاطر بعضی از حوادث زیادی هست که در کتاب‌های سیرت شهرت داره اما سند معتبری نداره. به همین خاطر این روحیه در میان دانشمندان اسلامی بعد از گذشت قرن‌ها این روحیه ایجاد شد که کتاب‌های سیرت را هم بر اساس روایات صحیح جمع آوری بکنن. به همین خاطر مثلا در بین علمای معاصر خیلی از علما وقتی کتاب سیرت نوشته میکنن کوشششان به ایست که روایات معتبر را جمع آوری بکنن و روایات غیر معتبر را نقد بکنن و حتی الحمدلله این روحیه تا حد پیش رفته که ما فعلا در بین کتاب‌های سیرت را داریم که با پسوند از صحیح نوشته شده، یعنی صحیح سیرت النبویه با پسوند صحیح نوشته میشه. صحیح سیرت النبویه منظورش او کتاب‌های سیرت است که همه روایات صحیح را جمع آوری کرده برای خودشان و ما ضرورت داریم که به اون روایات اتکا داشته باشیم که از لحاظ سند و از لحاظ متن معتبر است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گفتیم هدف اصلی ما از خواندن سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم است و ما نمیتونیم در اتباع پیامبر صلی الله علیه و سلم سر روایات ضعیف اتکا بکنیم، چون همه علما متفق هستند که روایت ضعیف قابل قبول نیست و از او حکم استنباط کرده نمیشه و او حجت دانسته
نمیشه. دقت کردین؟ به این خاطر این روحیه الحمدلله در بین علما شهرت پیدا کرده و تقریبا 3-4 کتاب فعلا ما داریم در جهان اسلام که توسط علما نوشته شده تحت عنوان صحیح السیره النبویه، یعنی سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم که بر اساس روایات صحیح جمع آوری شده و شیخ البانی از جمله کسانی است که این کتاب نوشته کرده و بعضی از علمای دیگه. و بعضی از کتاب‌های دیگه اگر این پیشوند صحیح را نداره اما در روایت از سیرت دقت کرده که روایات ضعیف را هم معرفی بکنه. مثلا کتابی که شهرت بیشتری هم پیدا کرده و واقعا کتاب خوبی هم از در شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم و الحمدلله با زبان فارسی و با زبان پشتو هر دو زبان ترجمه شده، در کتاب پیدا میشه. کتاب الرحیق المختوم هست از صفی الرحمن مبارکپوری که چند سال قبل رابطه العالم الاسلامیه هست یک کنفرانس و مسابقه جهانی برگزار بر نوشتن کتاب سیرت و این کتاب در حدوداً در میان 160 چند کتاب جایزه مقام اول گرفت. کتاب نام خوبی هم داره و مفهومش هم یک مفهوم جالب است. الرحیق المختوم امو شراب بهشتی را میگن که در اخیر جام‌های بهشتی باقی میمانه، یعنی لذت بخشتر است و جالب است. مؤلف عنوان جالب برش انتخاب کرده، یعنی شناخت و مطالعه زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم و شناخت زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم لذتش مثل به اصطلاح مستفید شدن از شراب پاک جنتی هست و این یک روش معمول در میان یک از علما هست که وقتی یک کتاب نوشته میکنن کوشش میکنن یک عنوان جالب برش انتخاب بکنن تا خوب گیرا هم بده باشه، یعنی که عنوان الرحیق المختوم امور میگن. این کتاب خیلی خوب است و این کتاب هم یک خوبیش همیست که روایات را نقد کرده، یعنی روایات ضعیف را گفته و باز گفته که روایت ضعیف است. و کتابای دیگه منبع دیگه برای شناخت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم کتاب‌های تاریخ است. کتاب‌های تاریخی که در میان علما شهرت داره نوشته کردن از اونها، مثلا کتاب البدایه و النهایه از ابن کثیر و کتاب‌های دیگه که در تاریخ اسلام نوشته شده. البته با این تفاوت که در مورد از این هم باید دقت صورت بگیره که علمای تاریخ باز هم مثل علمای حدیث واری در قبول روایت و در نقل کردن یک روایت او دقت مورد نیاز را نداشتن. شاید یک نفر پرسان میکنه که چرا تو بوده، مثلا توجه نمیکردن که این روایت صحیح هست یا نیست، در کتاب خود میآوردن. به خاطر این که غالبا علما در گذشته ها و حال هم معمول هست به خاطر شناخت یک حکم شرعی به این کتاب ها مراجعه نمیکردن، به کتاب های مثلا سیرت مراجعه نمیکردن، به کتاب های مثلا تاریخ مراجعه نمیکردن. به همین خاطر اونها احساس نمیکردن که ما در هر روایتی که به اصطلاح کتاب خود نوشته میکنیم دیگه ضرورت داره که به این نقد بکنیم. اما آل این ضرورت احساس میشه، آل واقعا این ضرورت به خاطر احساس میشه که جامعه امروز بر ما شما این ضرورت را میرسانه که ما نیازمند به شناخت کامل ابعاد مختلف زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اساس روایات صحیح هستیم. به این خاطر آل علما میان صحیح و سیرت النبوی را نوشته میکنن و در اوایل توجه در اول قدر ضرورت احساس نمیشد. به همین خاطر غالبا کتاب تاریخ وقتی که اقوال میاره در مقدمهش میگه که ما در اینجا همه اقوال را آوردیم دیگه، به این که چقدر درست است چقدر نادرست است به این دقت نکنه. مثلا طبری وقتی کتاب تاریخ خود نوشته میکنه که از معتبرترین از مشهورترین کتاب‌های تاریخ در شناخت تاریخ اسلامی هست، او در مقدمهش میگه ما در نقل کردن روایات دقت نکردیم که ضرورتاً باید روایت از یک نفر بگیریم که قابل قبول بوده باشه و روایت صحیح بوده باشه. هر چیزی که نقل شده او را آوردیم، یعنی مکلفیت خود ادا کردم. و به همین خاطر وقتی یک نفر کتب تاریخ را میخوانه ضرورتاً باید دقت کرده باشه که به او روایاتی که معتبر است اتکا بکنه، خصوصا در مورد صدر اسلام، در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم و در مورد خلفای راشدین. چرا ضرورتی از این وجود داره؟ به دلیل از این که خیلی از قضایایی هست که در تاریخ اسلامی واقع شده و گاه وقتا بر توسط یک کسانی به اصطلاح به عنوان یک دستاویز قرار میگیرد تا بر علیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تاخت تاز بکنه. و وقتی برش بگی درست است میگه خب فلانی کتاب تاریخ روایت کرده، فلانی کتاب تاریخ روایت کرده، فلانی کتاب تاریخ روایت کرده. روایت کردن یک حادثه در یک کتاب تاریخی هرگز به معنای صحت او روایت نیست. و خود مؤلف هم میگه مثلا مشخصا طبری میگه که ما همه اقوال آوردیم بدون از اینکه در مورد صحت و ضعف از او. خب یک خوبی دیگه یک کار خوبی دیگه که اونا کردن نیست که هر روایت را که آورده سندش آورده،
یعنی وقت سندش آورده کار را برای ما آسان ساخته. میبینیم که امیر روایت از کی نقل شده و باز الحمدلله در مورد کسانی که تاریخ را روایت کردن یا از سیرت را روایت کردن، الحمدلله علمای جرح و تعدیل به حد کافی بحث کردن که روایت فلانی نفر قابل قبول است، روایت فلانی نفر قابل قبول نیست. اونها مسئولیت خود ادا کردن. مثلا ما میگم فلانی 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 گفتن، حالی که این نفرایی که ما ازشان نقل کردیم قابل قبول هستن یا نه، شما هم میتونین تفکیک بکنین و در کتابای علمای جرح و تعدیل مراجعه بکنین. خیلی واضح برای شما میگه که این روایت فلانی روایت کرده که قابل قبول است، گپ حل میشه. دقت کردین؟ یعنی منظور ما است که ما وقتی میگیم تاریخ یکی از منابع شناخت سیرت است، بعد شاید یک نفر بیای حرمه روایات ضعیف و غلط و جعلی تاریخی را هم پیش ما بیاره بگه که خب اینا دیگه این تو حادثه در تاریخ اسلام صورت گرفته و شما هم تاریخ را به عنوان یک منبع معرفی کردین. بله، تاریخ یک منبع برای شناخت سیرت هست، اما نه هر روایت تاریخی، بلکه اون روایت تاریخی که شرایط قبولی در او چی باشه، در او به صورت کامل وجود داشته. شما متاسفانه اگر کسانی، خصوصا کسانی که با اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم کینه و دشمنی و عداوت دارن و موارد اقوال و حادثات بسیار عجیب و غریب را نقل میکنن، خصوصا در صفحات اجتماعی هم هست و گاهی وقتا یک جوانان نمیتونن پاسخ از این بتن، یک نوع دلهرگی واقع میشن که والا چطور شد مثلا فلانی صحابیت کرده فلانی صحابیت کرده، در حالی که اگر شما دقت بکنین امی حادثه را که اونا نقل میکنن غالبا از روایات جعلی و موضوعی و تاریخی است. نکته دیگه است که وقتی علما در نوشتن کتاب ها دقت بیشتر نکردن، مثل علمای حدیث واری، این زمینه را بر جعل روایات تاریخی بیشتر مساعد کرد. یعنی ما با او اندازه‌ای که روایات جعلی در زمینه‌های تاریخی داریم در دیگه زمینه‌ها نداریم، به خاطری که علما دقت کافی را در این مورد احساس نمیکردن که از هر نفر را چی بکنن، یعنی قول از او را ارزیابی بکنن. میگفتن خب یک مسئله تاریخی است خلاص دیگه، کسی از این حکم استنباط نمیکنن، در حالی که فعلا امیر روایات تاریخی یک دستاویز برای یک عده کسانی است، برای یک عده انسان‌های مغرض است که در مورد صدر اسلام بیاین شبهات را چی بکنن، شبهات پخش و نشر بکنن و بگن که مثلا فلانی صحابه تو کده، خصوصا کسانی که با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم متاسفانه دشمنی دارن و شما میشناسین که یک عده کسانی متاسفانه در این انحراف خطرناک واقع هستن. به همین خاطر تاریخ یک منبع هست برای شناخت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و سیرت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و تکرار میکنم، نه هر روایت تاریخی، بلکه او روایت تاریخی که از لحاظ سند چی بوده باشه و درجه صحت برسه و معتبر بوده باشه. دقت کردین؟ و کتب دیگه که به عنوان منبع برای شناخت سیرت هست، کتب تفسیر هست. شاید یک نفر تعجب بکنه که چطور کتب تفسیر منبع برای سیرت هست. به دلیل از اینکه بیشتر هم اشاره کردیم، در کتب تفسیر غالباً آیات و سوره هایی که سبب نزول دارن، علمای تفسیر سبب نزول را نقل میکنن و سبب نزول در حقیقت اشاره به حادثه است یا وقایع است یا یک موضوع است که باعث نزول یک آیت و یک سوره خاص شده. خود طبعا این حادثه متعلق به زندگی کیست؟ متعلق به زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. به همین خاطر کتب تفسیر هم منبع برای شناخت سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و الحمدلله در زمینه‌های روایات تفسیری هم در گذشته ها هم مفسرین محقق در نقل روایت توجه میکردن که باید روایات صحیح را نقل بکنن، یا اگر یک روایت ضعیف بود حداقل به ضعفش اشاره میکردن. یعنی مثل علمای حدیث واری کار میکردن. مثلا ابن کثیر که از جمله معتبرترین مفسرین در تاریخ اسلامی هست، او روایات زیاد را نقل میکنه. خب به ضعف روایت خودش هم در کتاب خودش اشاره میکنه، چون امام ابن کثیر هم محدث بود و هم مفسر و هم مورخ و همین خاطر هم کتاب معتبر تاریخی داره، البدایه و النهایه، و هم تفسیر معتبر داره، تفسیر القرآن العظیم، و هم محدث بود. یعنی اقوالش در زمینه‌های حدیث هم شهرت داره که میگه فلانی روایت مثلا ابن کثیر تصحیح کرده یا تضعیف کرده. دیگه به این خاطر کتب تفسیر و خصوصا حوادث و اسباب نزول آیات و سوره ها یکی از منابع برای شناخت چی هست؟ برای شناخت سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و الحمدلله امروز در زمینه‌های روایات تفسیری هم یکی از کارهای بسیار خوب و بزرگ دیگه‌ای که فعلا صورت گرفته در زمینه‌های روایت تفسیری هست که مثل کتب حدیث وارین که الحمدلله علمای زیاد زحمت کشیدن که کاملا روایات صحیح را از روایات ضعیف کاملا تفکیک بکنن. فعلا یکی از علمای از استادای بزرگوار جامعه اسلامی مدینه منوره هم همه روایات صحیح را بر اساس ابواب فقهی جمع آوری کرده به نام الجامع صحیح. کل کتاب روایات صحیح را جمع آوری کرده. عین اینمی کار در زمینه‌های تفسیر هم کردن. و یکی از، اگر من اشتباه نکنم غالبا حکمت بشیر است یا کسی دیگه از علما از استادای جامعه اسلامی مدینه هست، او همه روایات تفسیری را تحقیق کردگی جمع آوری کرده و کل روایات تفسیری را به اصطلاح جدا کرده به نام الصحیح المبصور
همه روایات را که در روایت تفسیری است، کل این روایت تفسیری رو چی کرده؟ روایات صحیحش جمع آوری کرده و این کار را بر ما الحمدلله آسان میسازه. گاهی وقتا شناخت روایت صحیح و ضعیف واقعا کار سنگین است و از توان کسانی برمیآید که تخصص ویژه داشته باشند و حتی برای متخصصین هم خیلی کار سنگین است. الحمدلله علمای بسیار بزرگواری آمدن و فعلا امی معضله را حل کردن. یعنی اگر ما خواسته باشیم در روایت حدیث به کتاب‌های صحیح و کتاب‌های مراجعه بکنیم که همه روایت صحیح را داره، این هم در دسترس خود داریم. در زمینه‌های تفسیر اگر خواسته باشیم روایات صحیح تفسیری را به اصطلاح یک منبع برای خود داشته باشیم، این را الحمدلله داریم. و حتی در زمینه‌های گفتیم سیرت، اگر یک نفری خواسته باشه سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را مطالعه بکنه و در روایت سیرت مطمئن باشه که همه روایاتی که میخوانه روایات صحیح است، این هم الحمدلله در میان علمای بزرگوار امروزی زحمت را کشیدن و این در حقیقتا یک دستاورد بسیار بزرگی برای مسلمان ها است و کار را هم برای ما آسان میسازه و در ضمن از این ما را میتونه مطمئن بسازه که آنچه که به عنوان سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم مطالعه میکنیم این یک روایت کاملا معتبر است. پس قرآن کریم منبع اول برای شناخت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. کتب حدیث، البته دوباره تکرار میکنم که در کتب حدیث هم ما روایات صحیح و ضعیف داریم. به همین خاطر نمیشه وقتی گفتیم که فلانی موضوع را فلانی گپ را فلانی کتاب روایت کرده دیگه یک نفر کاملا اعتماد بکنه به اینکه دیگه وقتی در کتاب حدیث آمده این گپ میشه، چون بجز بعضی از کتاب‌های حدیث که همه روایاتشان به اتفاق علما صحیح است، بعضی از کتاب‌های دیگه متاسفانه صحیح و ضعیف دارن. مثلا مسلم بخاری هست که همه روایاتش صحیح است، دیگه کتاب‌ها روایت صحیح و ضعیف را دارن. حتی این کتب مشهور اربعه در حدیث که است، مثلا سنن ابو داوود یا مثلا ترمذی یا ابن ماجه یا ابو داوود و اینا، گرچه الحمدلله علما آمدن در این مورد هم تحقیق کردن. مثلا شیخ البانی آمده روایات صحیح ترمذی را جمع آوری کرده به نام صحیح جامع ترمذی و هم رقم روایات ضعیفش جدا کرده. اما مد نظر داشته باشین که این هم کل کار نیست، به خاطر از اینکه تلاش علما هم و از تلاش محدثین هم یک تلاش اجتهادی هست. و همین خاطر گاهی وقتا میشه که یکی از محدثین در شناخت یک روایت تحقیق خود میکنه و به این نتیجه میرسه که روایت صحیح هست و او صحیح میگه، در حالی که یک محدث دیگه تحقیق میکنه و در تحقیق از او به ضعف حدیث پی میبره و این او را ضعیف میدانه. و گرچه که گپ تخصصی اما شناختش بر شما به عنوان یک قاعده کلی ضرورت هست. چون من بیشتر فراموش کردم در اول بگم وقتی گفتیم که فلانی حادثه ضعیف است، باز شاید از ذهن شما بگه که خب ما در کل کتابایی رو دیدیم. نه، غالبا همین مشهور هست که وقتی میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم تولد شد، نفهم آتشکده های فارس خاموش شد و قصر مدائن پایه‌هاش لرزید و فلان گپ شد و فلان، خیلی شهرت داره. وقتی که ما میگیم این روایت گرچه در کتب حدیث آمد، در کتب سیرت آمده، اما بر اساس یک سند معتبر ثابت نیست. دقت کنین، این به خاطر عزیز که ما از کجا میگیم، یعنی هدف ما است که اشاره میکنیم به اینکه ما این از کجا میگیم. حالا من میگم که این روایت ضعیف است، از کجا میگیم؟ این گپ خرد نیست، یعنی گپ من نیست، بلکه گپ علمای محقق است که در زمینه‌های مختلفی تحقیق میکنن و بعد از تحقیق میان به یک نتیجه میرسن. منظور ما اینه که وقتی ما میگیم سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم یا کتب حدیث برای شناخت سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم منبع دوم هست، تأکید میکنیم که در کتب حدیث هم روایات صحیح یا حداقل حسن مورد قبول میتونه بوده باشه و روایت ضعیف استدلال شده نمیتونه. و به می خاطر ضرورت است به این که ما در شناخت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بگیم فلانی حادثه ضعیف است. من مثال یک نمونه دیگر هم بر شما ذکر میکنیم. یک چیز دیگه هم که در بین مردم مشهور هست و گاهی وقتا یک از علما هم متاسفانه به او گپا استدلال زیاد میکنن بدون دقت در مورد صحت و این روایت. همون که میگه پیامبر صلی الله علیه و وقتی به طرف مدینه منوره هجرت میکردن، در غار سر وقتی پنهان بودن، در اونجا بعد یک جلوگک آمد در دهن غار بافت، باز اونجا یک دانه نفهمم چی میگه آمد کبوترک آمد اونجا تخم ماند. باز وقتی مشرکین آمدن گفتن که نه اینجا خود دیگه این کس نرفته. این نمی روایت هم هیچ نوع اساس نداره، هیچ نوع سند در او ثابت نیست، بلکه دقیقاً خلاف چیزی را میگه که در روایات صحیح آمده. در روایات صحیح میگه که ابوبکر رضی الله عنه میترسه خیلی از بر پیامبر صلی الله علیه و سلم که جان پیامبر صلی الله در خطر رفته و میگه که یا رسول الله اگر اینها زیر پای خدا ببینن ما تو را میبینن. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اساس کمال اعتماد و توکلی که به الله متعال داره ابوبکر تسلی میده، میگه تو در مورد دو نفری که سومینشان الله هست چی گمان داری؟
و در قرآن کریم هم زمانی که این حادثه را ذکر میکنه، قرآن کریم یک تعبیر جالب میکنه که مفهوم این آیت مفهوم آیت امیر روایت را که در بین مردم مشهور هست را رد میکنه. الله متعال میگه ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را کمک کردیم بجنود لم تروها، با لشکریانی که شما اونها را دیده نمیتونین. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم در حادثه غار با چه چیزی کمک شده؟ توسط ملائکه ها کمک شده. بجنود لم تروها. آیت 40 سوره توبه الله متعال میگه اذ تنصروه فقد نصره الله، اگر شما پیامبر را کمک نکنین الله متعال رو کمک میکنه. اذا اخرجه الذين كفروا، هنگامی که مشرکین کسانی که کافرانی را از مکه بیرون راندن، ثانی اثنین، در حالی که پیامبر یکی از دو نفر بود. اذ هما فی الغار، هنگامی که اینها در غار بودن. اذ یقول لصاحبه، هنگامی که رسول الله بر دوست خود گفت لا تحزن ان الله معنا، اندوهگین نباش که الله با ماست. در اینجا الله متعال میگه فانزل الله سکینته علیه، و الله متعال سکینه خود بر از اونها نازل کرد و ایده، و اونها را تایید کرد بجنود لم تروها، با لشکریانی که دیده نمیشن. و جعل کلمت الذین کفروا السفلی، و الله متعال کلمه کسانی را که کافر شدن را پایین گردانیده. و کلمت الله هی العلیا، و کلمه الله هست که بلند است. والله عزیز حکیم. یعنی شما ببینین یک حادثه تاریخی است، یک حادثه تاریخی است متعلق به سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله. منبع معتبر ما چی هست؟ قرآن کریم هست. دقت کنید امر رقم با سایر روایات. پس ما در شناخت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم با قرآن کریم به عنوان منبع اولی مراجعه میکنیم. بعد از او به کتاب‌های حدیث مراجعه میکنیم. بعد از او به کتاب‌هایی که مشخصاً به صورت تخصصی در زمینه سیرت نوشته شدن. البته باز تکرار میکنیم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و علمای سلفی امت در حفظ شناخت ابعاد مختلف زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار اهتمام داشتند. به همین خاطر یکی از نشانه های بسیار بزرگی بر اهتمام علمای سلف در شناخت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که اگر اونها کتاب حدیث هم نوشته کردن، باب به عنوان باب سیرت گذاشتن، با وجود از اینکه کل روایات در حقیقت بخشی از زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و در کنار از او به صورت مشخص از جمله اولین موضوعاتی که در تاریخ اسلامی علما برای تدوین از او اقدام میکنن سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. به همین خاطر از مشهورترین و از سابقه دارترین کتاب‌ها در تاریخ اسلامی کتاب مثلا سیره ابن هشام و سیره ابن اسحاق و اینا هستند. و جالب است که از خیلی از مسائل دیگه کده تدوین سیرت در میان مسلمان ها به اصطلاح قدامت بیشتر داره. خیلی از مباحث بعدها تدوین شده. از جمله اولین مسائلی که علمای سلفی امت ضرورت برای تدوینش را احساس میکنن مسئله سیرت است. چرا واقعا شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم و زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم یک ضرورت بسیار مهم است. بر ترتیب اینا منابع ما هستند برای شناخت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، البته اون منابعی که به درجه صحت رسیده باشند. بر ترتیب رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال 571 میلادی در شهر مکه در خانه عبدالله فرزند عبدالمطلب که از بزرگان مکه بودن تولد میشه. فضای خانوادگی و اجتماعی بالای ساختار شخصیت یک انسان تأثیر داره و به همین خاطر گاه وقتا کسانی که در مورد شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم تحقیق میکردن یکی از مباحثی که پرسیده میشد در مورد از این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در چه نوع خانواده‌ای تولد شده و خاندان از اینها چی حالت داشته. چون ما شما شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم میخوانیم این مهم هست. اهمیت از این از کجا میدونین؟ یک روایتی که امام بخاری رو روایت کرده از طریق عباس کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از صلح حدیبیه بزرگان دنیا را به اسلام دعوت میکنه. یکی از اونها هرقل امپراتور روم هست. امپراتور روم وقتی میخواد در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم تحقیق بکنه که فضایی را که این شخصی که آل دعوای نبوت کرده این در چی نوع خانواده‌ای تولد شده، نسب از این چگونه هست، سابقه به اصطلاح پدرهای از اینها چگونه هست، چند موضوع را مشخصا در این مورد از چی پرسان میکنه. ابو سفیان پرسان میکنه. شاید دوستا او روایت به صورت کامل در درس‌های حدیث خوانده باشن که او وقت ابو سفیان در هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با قریش صلح کرد در سال 6 هجری اگر من اشتباه نکنم، ابو سفیان مسلمان نشده بود. بعد از صلح پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها هم به خاطر تجارت به شام رفته بودن، سوریه امروزی، و نام پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در همین زمان به دست هرقل میرسه.
هرقل در او زمان هم رهبر سیاسی جهان مسیحیت بود، یعنی امپراتور روم بود و در کنار از او از جمله علمای بزرگ مسیحی شناخته میشه و از جمله محققین بود. بعد هرقل چون انسان عاقلی بود تصمیم میگیره که در مورد این نامه‌ای که برش رسیده و کسی دعوای نبوت کرده در مورد از این تحقیق میکنه که شخصیت از این چگونه هست. بعد افراد خود روان میکنه، میگه برین شما از همین منطقی که شخص است و دعوای پیامبری کرده افرادی اگر هستن در شام اونا را بیارین که ما میخوایم تحقیق بکنیم. تقدیری زمانی که عساکر هرقل در بازارهای شام میگردن با کاروان تجارتی ابو سفیان برمیخورن که در این وقتی کاروان از طرف مردم مکه آمده و همه مشرکین هستند، در رأس هنوز ابو سفیان هم مسلمان نشده. بعد وقتی که هرقل ها را میخواه میگه که پرسان میکنه که در بین شما چی کسی هست که نسبت به حالات این شخصی که دعوای پیامبری کرده آگاه تر است. ابو سفیان میگه ما گفتم من هستم، چون امور رقم هم هست، یعنی ابو سفیان از جمله به اصطلاح ما شما بچه کاکاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم هستن، او از بنی امیه است، پیامبر از بنی هاشم است. بعد هرقل ابو سفیان میگه تو پیشتر بیا. ابو سفیان پیشتر میاد، سایر کسانی که با ابو سفیان هستن اونها رو میگه در پشت سر از باشین و روی ابو سفیان به طرف هرقل است. از ابو سفیان میگه ما در مورد این شخص از تو سوالات پرسان میکنم که برای من راست جواب بده. و بعد سایر پیروان و کسانی که با ابو سفیان هستن بر از اونها میگه اگر ابو سفیان دروغ گفت شما اشاره کنین که اینجا گپ دروغ گفت. ابو سفیان میگه من ترسیدم که نشه اینجا دروغ ما ثابت شه و ابراهیم بره، به این خاطر مجبور شدم راست بگم در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم. حالا شما سوالات هرقل را دقت بکنین، یعنی فهمیده میشه که انسان دانشمند است که در مورد شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم وقت سوال میکنه از کجا پرسان میکنه. اول پرسان میکنه میگه که نسب این نفر در میان شما چیست؟ دقت کردین نسب این نفر. ابو سفیان برش میگه ذو نسب، این دارای نسب بزرگی است. سوال اولش چرا را پرسان میکنه؟ چون در شناخت انبیا علیهم السلام نسبشان نقش داشته و در نتیجه گیری خود هرقل باز به این گپ میگه. بعد ازش پرسان میکنه که خب قبل از امی شخص در میان شما کسی امی دعوا را کرده که دعوای پیامبری در میان شما بوده، یعنی معمول بوده این گپ؟ ابو سفیان میگه نه، کسی در بین ما یک دعوا نداشته. بعد پرسان میکنه که آیا کسی در پدرکلانهای از این نفر پادشاهی کرده؟ ابو سفیان میگه نه، پادشاهی هم نکرده. دیگه ازش پرسان میکنه که خب این نفر قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود شما این را متهم به دروغگویی کرده بودین؟ ابو سفیان میگه نه، متهم به دروغگویی هم نشده. میگه که تعداد پیروانش زیاد میشن هر روز یا کم میشن؟ ابو سفیان میگه هر روز زیاد شده میرن. میگه پیروانش بیشتر از کدام طبقه هستن؟ آیا مردمای قدرتمند، پیسه‌دارا، پولدارا هستن؟ میگه نه، همه ضعفا، اغلبا ضعفا و فقرای جامعه هستن. بعد پرسان میکنه که شما با او جنگ هم کردین؟ میگه بله، جنگیدیم با او. میگه نتیجه جنگ چی بوده؟ ابو سفیان میگه الحرب و سجال. این عربا گاهی وقتا پاسخ بسیار کلی جادی میدن. سجال یعنی جنگ بین ما و بین پیامبر مثل دلچه چاور است که یکیش که بالا میاد دیگه‌اش پایین میشه، یعنی ما گاهی ما بردیم گاهی او برده. بعد پرسان میکنه که خیانت هم کرده؟ ابو سفیان میگه نه. بعد میگه ما فعلا با او در چیستیم، در پیمانه، نمیفهمیم چی میکنه. ابو سفیان میگه بعدن میگه من فقط عمق گپ بر علیه محمد تانستم که یک چیز بگم که به ضررش تمام شود، چون اون وقت مسلمان نشده بود. میگه من دیگه مورد نمیتونستم دروغ بگم. در اینجا که وقتی پرسان کرد که آیا خیانت کرده یا نه، میگه با وجودی که میفهمیدم که پیامبر خیانت نمیکنه، اما چون یک فرصت شد که کسی نمیتونه منو متهم به دروغی بکنه، گفتم ما نمیفهمیم که ما فعلا با او در حال پیمانیم، ممکن خیانت بکنه. یعنی اختانستم بر علیه پیامبر چی بکنم؟ گپ بزنم. بعد میگه از من پرسان کرد که به شما را به چی دعوت میکنه؟ اینجا یک نکته بسیار مهمه دقت بکنین، بسیار ضرورت است. ضرورت به چیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمینه دعوت به اندازه موفق شده که حتی دشمن نمیتونه اساسات دعوت پیامبر را پیش یک نفر انکار بکنه. اما چیزایی را که پیامبر گفته را امور رقم نقل میکنه. این چرا مهم است؟ چرا سر این نکته ترکیز میکنه؟ هرقل میگه که ما را دعوت میکنه به اینکه به خدای واحد ولا شریک ایمان بیاریم، عبادت بکنیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم، با مظلومان کمک بکنیم، به فقرا کمک بکنیم. این چیزا را برای ما میگه. چیزی که فعلا متاسفانه ضعف امروزی مسلمان ها است که فعلا خیلی از خود مسلمان ها متاسفانه اسلام را معکوس چیزی که هست برای دنیا معرفی میکنه. دقت کردین این خیانت خیلی خطرناک است.
ضرورت به است که انسان مسلمان حقیقت دین را بگه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در رساندن مفاهیم دینش به اندازه موفق بوده که ابو سفیان به عنوان کسی که مشرک است و دشمن پیامبر است و حتی جنگ بر علیه پیامبر رهبری میکنه، ابو سفیان در این مرحله که هرقل ازش پرسان میکنه در کدام مرحله قرار داره؟ در اون مرحله قرار داره که قماندانی جنگ بر علیه پیامبر صلی الله علیه و سلم به دست ابو سفیان است. با وجود ازمی هرقل نمیتونه دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش دشمنش تحریف بکنه. اما چیزایی را میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه. اگر خلاف از این میگفت ابو سفیان دروغش ثابت میشد و این شخصیت ابو سفیان چی میکرد؟ صدمه میزد. امروز متاسفانه مسلمان ها در رساندن حقیقت دینش به کفار امروزی دنیا واقعا کوتاهی دارن. به همین خاطر اسلام امروز در ذهن خیلی از غیر مسلمان ها مترادف با چیزهایی که حقیقت اسلام هست نیست، مترادف با چیزهایی است که اسلام بر علیه از اونها آمده. و به همین خاطر یعنی دشمن در جنگ به تعبیر رسانه‌ای فعلا بر علیه مسلمان ها به اندازه موفق شده و گاهی وقتا یک بخشی از این به اسلام مواد خام جنگ تبلیغاتی دشمن بر علیه اسلام خود ما مسلمان ها آماده میکنیم. دقت کردین اینیش خیلی خطرناک است. دشمن دانسته چی بکنه؟ فعلا دشمن دانسته مفهوم اسلام را تحریف بکنه، قدرتمندم تانسته تحریفش بکنه و مانع کلان برای تسلیم شدن یکی زیاد از غیر مسلمان ها به اسلام تحریف غلطی است که توسط اسلام شده. و چی چیزی باعث شده؟ یک بخش کلانی از مواد خام تبلیغات منفی بر علیه اسلام چی کسی برای دشمن آماده میکنه؟ ما مسلمان ها. این خیلی خطرناک است، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در صدر اسلام اما قدر موفق بوده که دشمنش هم نمیتونه مفاهیم دینش چی بکنه؟ تحریف بکنه. بعد نتیجه گیری هرقل جالب است. میگه من اول از تو پرسان کردم که نسب پیامبر چیست؟ تو گفتی که صاحب نسب بزرگی است. هرقل میگه انبیا علیهم السلام همیشه از خانواده های به اصطلاح تولد میشن که نسب عالی داشته باشن. چرا؟ چون طبیعت انسان ها به گونه است که به دنبال انسان هایی نمیرن که از لحاظ نسب به اصطلاح خوب نبوده باشن. طبیعت انسان ها به همین شکل است و الله متعال به خاطری که انسان ها همین بهانه را نیارن، انبیا علیهم السلام را از کسانی مبعوث میکنه که نسب عالی داشته باشن. یعنی این سنت الهی در گزینش انبیا علیهم السلام است. هرقل میگه این همیشه بوده. انبیا از چی میشن؟ انبیا دارای نسب عالی میباشن. بعد میگه دستو پرسان کردم که آیا کسی قبل از این در میان شما دعوای پیامبری کرده؟ تو گفتی نه. اینجا هم میخواد هرقل شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببینه که آیا از جمله انسانهای دنباله رو در جامعه هست یا نه حالت متفاوت داره. یک نفر مثلا یک دعوا میکنه، بعد اون دعوای خود شهرت پیدا میکنه، بعد دیگران میانه بود یک دعوا میکنه. میگه محمد از این جمع نیست. یک کسی یک دعوا را کرده، هم به اساس تقلید از او بگه فلانی خانه تو گفت، ما میگه محمد این گپ نیست، چون در میان شما اصلا معمول نبوده کسی بیا دعوای چی بکنه؟ دعوای پیامبری بکنه. این هم یک نکته دیگه قوت شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را نشان دهی میکنه. نکته دیگه چیست؟ میگه من از تو پرسیدم که آیا کسی در پدر از اینها پادشاهی کرده؟ تو گفتی نه. البته فراموش نکنین یکی بزرگ قبیله هست که بله، مثلا ابو طالب کاکای عبدالمطلب پدرکلان پیامبر مثلا بزرگ قبیله خودش بود، ابو طالب کاکایش بود. یکی پادشاهی که به اصطلاح در اون زمان معمول بوده. میگه تو گفتی نه، چون عرب ها ساختار زندگیشون به اون شکل نبود که نظام های سیاسی خاص داشته باشن، به صورت قبیله‌ای زندگی میکردن. میگه گاهی وقتا ممکن یک نفری مثلا در خانوادهشان در خاندانشان پادشاهی داشتن، این پادشاهی خود از دست داده باشن، بعد به خاطر رسیدن به اون پادشاهی میان یک دعوای چی میکنن؟ یک دعوای کلانه میکنن. و این ذهنیت که آیا دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر رسیدن به قدرت سیاسی بوده باشه، توسط هرقل رد میشه. خو این ذهنیت در میان خود قریش هم بود. به همین خاطر یک بار پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم مراجعه میکنه، میگه نه، میگه اگه هدف تو از دعوت است که تو بیایی مثلا کلان باشه، خب بیان تو کلان خود تعیین میکنیم، جنجال ببندیم. در حالی که در مورد پیامبر صلی الله این مسئله هم مطرح نیست. دقت کنید، یعنی اینا نقاط اساسی است که در شخصیت پیامبر صلی الله علیه و و در دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم مطرح میتونه بوده باشه. ولی نکته دیگه چیزی که میگه پرسان کردم که آیا تعداد پیروانشون زیاد میشن یا کم؟ تو گفتی که زیاد میشن. اون میگه خاصیت ایمان همین رقم هست، همیشه در حال ترقی است تا که به کمال خودش میرسه. بعد میگه پرسان کردم که بیشتر پیروانش کدام طبقه اند؟ تو گفتی که فقرایان.
هرقل میگه همیشه غالبا پیروان انبیا علیهم السلام از طبقه فقرا هستند. علتش چیست؟ علتش است که انسانهای قدرتمند در جوامع غیر دینی خصوصا غالبا دعوت انبیا علیهم السلام را خلاف مصالح خود میدانند، خلاف مصالح سیاسی، خلاف مصالح اجتماعی و خلاف مصالح اقتصادی خود. به همین خاطر در مقابلش قد علم میکنن. حالا همون رقم است نه؟ اینا میالم شما بین دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مفاهیمی را که در دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم رسیده بیان بکنین. چی کسانی با شما طرف قرار میگیرن؟ کسانی که در رهبری جامعه اند یا رهبری سیاسی دارن که ظلم میکنن. خب تو دعوت پیامبر هم نیست که مخالفت ظلم میکنن. دقت کنین. یا مثلا مافیای اقتصادی است که سر مردم به انواع مختلفش ظلم میکنن. تو وقتی بیای برش بگی مردم که این ظلم نکنین، طبعا با تو واقع میشن، با تو طرف واقع میشن. یا مثلا مردمان هستن که بر اساس معیارهای غلط برای خود یک جایگاه چی ساختن؟ یک جایگاه اجتماعی ساختن. مثلا شما وقتی بیاین دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم بگین که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هیچ عربی بر عجمی و هیچ عجمی بر عربی، سیاه‌پوستی بر سفیدپوستی و سفیدپوستی با سیاه‌پوستی برتری نداره الا بالتقوا. خب این آدمای متعصب با شما دیگه دوستی میکنن؟ نه دیگه ما خود تاجیکای مسئله کده برتری، ما خود پشتونای متکدی، ما خود ازبکای متکدی. دقت کنید. به همین خاطر کسانی که در جامعه در سطوح بلندی قرار می داشته باشند غالبا دعوت انبیا علیهم السلام که دعوت به طرف حق و عدالت و خیر و خوبی است را خلاف مصالح خود میبینن. به همین خاطر با چی میکنن؟ مخالفت میکنن. نکته دیگه شه که از اون میپرسن میگه که آیا قبل از ادعای پیامبری شما این شخص را متهم به دروغگویی کرده بودین؟ ابو سفیان میگه من گفتم نه. او میگه چگونه ممکن است یک انسانی در طول 60 سال زندگیش بر انسان همانند خودش یک بارم دروغ نگفته باشه، حتی بر اساس گواهی دشمنش یک دفعه بیا بعد از 40 سال زندگی خود دروغ شروع میکنه، او را برای کی دروغ بگه؟ از جانب خدا دروغ بگه. میگه این ممکن نیست. بعد پرسان میکنه که به چی چیز شما رو دعوت میکنه؟ میگه شما گفتین که به فلان فلان به توحید دعوت میکنه، به این چیزا. میگه انبیا همشون به این چیزا دعوت کردن. دقت کردین امر رقم بعد میگه که دیگه مفاهیم هم تحلیل میکنه. عالی اشاره کرد که وقت ما کمتر هست. منظور ما است که در شناخت شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نکات بسیار بارز و مهم و اساسی وجود داره که در پرتو نصوص و آیات و احادیث از آدم به اونها چی میبره؟ پی میبره که حقیقتا رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک شخصیت بسیار ممتاز از جانب الله تبارک و تعالی برای رساندن رسالت الهی برگزیده میشه. پیامبر تحت تاثیر فضای حاکم اجتماعی خودش قرار نداره که یک کسی یک دعوه را کرده باشه یا بیا همین دعوه را بکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم هدفش از دعوت رسیدن به کدام مقام و جایگاه و منزلت دنیوی نبوده. دقت کردین؟ و در یک خانواده هم رسول الله تولد شده و بزرگ شده که از لحاظ منزلت و از لحاظ نسب از جمله مردمان مطرح و خوب جامعه خودشان بودن در همون زمانه. یعنی در جای خودشان خوبی شدن. طبعا در میان عرب ها شرک واقع شده بود و خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم متاسفانه این واقع بود و پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم و والدین پیامبر صلی الله علیه و سلم هم متاسفانه در حالت شرک از دنیا رفتن. این گپ هم شناخت ازی هم مهم هست. گاهی وقتا اگه مردم با قضایای دینی عاطفی برخورد میکنن، قضایای دینی بیرون از عاطفه باید ارزیابی بشه. که مثلا وقتی یک نفر بگه که پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا خب مشرک بوده، طبعا جهنم است، این دیگه دلش میسوزه که والله پدر پیامبر است چطور شه؟ پدر پیامبرم پدر پیامبر باشه. در عدالت الهی همه انسان ها با هم چیان؟ هم برابرن. این که پدر پیامبر به خاطر پدر پیامبر از بخشیده شده، ابو لهب به خاطر کاکای پیامبر از بخشیده شده. به طرف دین الله دین عادلانه هست و انسان در برخورد با قضایای دینی عاطفی نباشه. گاهی وقتا اگه دامت راست نه مثلا که خود میشین بیچاره کی مادر پیامبر پدر چطور شی دوزخ بره. خب عدالت الهی هم است دیگه. شرک بدو هم میره خلاص. یک بار یک کسی پیش مثلا میاد پدرش در حالت شرک رفت دنیا رفته، او میگه که یا رسول الله پدرم در کجاست؟ این معقولی است که آدم سوالاتی را که قرآن کریم میگه لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، شما چیزا را سوال نکنین که میفهمین وقتی آشکار شما ناراحتتان میکنه. این آدم مثلا نمیخواست برای جواب بده. خب بسیار شلا بود که این پدر من کجاست، این پدر من کجاست، بمیره دوزخ. این بیچاره شدش خراب شد. بعد رسول الله به خاطر تسلی از خیر از ما مز دیگه. و در یک روایت میگه معاذ الله متعال اجازه خواستم که به والدین خود استغفار بکنم، الله متعال حتی برای من اجازه نداد. توجه شدین؟ ببینین بعضی مردم عاطفی ان، نه خیلی. الله متعال برای پیامبرش محبوب ترین انسان هست و پیامبر الله متعال پیامبر صلی الله علیه و آله حقیقتا بی‌نهایت دوست داشته. با وجود ازمی
برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه نمیده با والدین مشرک خودش دعا بکنه، طلب بخشش بکنه که بخشیده هم خود نمیشن، حتی اجازه دعا کردن هم نداره. دقت کردین و گفتیم جایگاه منزلت پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی آدم خوب درک میکنه که نوع خطابی را که الله متعال برای پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده را دقت بکنین که چقدر الله متعال پیامبرش دوست داشته و چقدر بر از او منزلت میده. همیشه بارها این گپ تکرار کردیم و ان شاء الله به مناسبت نیست که باز بگیم. شما در قرآن کریم اگه دقت کرده باشین خیلی وقتا الله متعال وقتی پیامبران الهی را در موردشان گپ میزنه اونها را مخاطب میسازه، ای فلانی ای فلانی، یا نوح یا موسی یا یحیی، یا هیچگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم یا محمد نگفت، یعنی با نام مجردش رو خطاب نکرده. دقت کردین؟ یعنی شما وقتی برای یک نفر یک منزلت بلندی قائل میشین او را با نامش صدا نمیکنین. دقت کردین؟ در حالی که الله متعال با پیامبران الهی چون همه بنده الله هستند دیگه امیر رقم خطاب میکنه، یا نوح یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا موسی، یا داخل آیات قرآن کریم. دقت کردین؟ اما در هیچ جای قرآن کریم شما یا محمد نمیبینین، بلکه همیشه وقتی پیامبر صلی الله علیه و مخاطب شده با کلمه چی شده؟ یا ایها النبی یا ایها الرسول، با لقبی که لقب شرف است الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم را مخاطب ساخته. و در جایی که به صورت غیر مستقیم نام پیامبر گرفته شده بلافاصله صفت نبوت و رسالت به او آمده، محمد رسول الله. این خطاب نیست، با صیغه غایبانه آمده، محمد رسول الله، یا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول. یعنی بسیار منزلت بلنده داره. با وجود عظمی الله متعال بر پیامبر اجازه هم نمیده که به والدین مشرک خودش کنه دعا بکنه خلاص. و بعد پیامبر مثلا میگه من اجازه خواستم که حداقل قبر مادر خدا برم زیارت بکنم، بعد الله متعال به امر کار برام اجازه داد خلاص. پس انسان در قضایای دینی باید عاطفی نبوده باشه. بعضی آدم تو عاطفیشون سر عقیدهشون غالب میباشه. نه وقتی برش بگیم مثلا والدین پیامبر مثلا چون مشرک بودن الله متعال ناراضی باشه، میگه تو یک رقم شد هیچ تو شود. عدالت الهی همیست. دقت کردین؟ و این نکته بسیار مهمه دیگه که بسیار ضرورت است از فهمیده میشه است که در مفاهیم دینی پیوندهای انسان‌ها اعتبار نداره. پس وقتی نزدیکترین پیوند اعتبار نداشته باشه دیگه ای که ما بیان به خاطر قوم و زبان و منطقه و فلان و فلان و فلان تعصب بکنیم این معقولانه هست؟ قطعا معقولانه نیست. این موافق با شریعت الهی است؟ این موافق با دین نازل شده از جانب الله متعال است؟ در دین الله نزدیکترین پیوند امی پیوند است، نه که پیوند پدر و فرزند و مادر و فرزند چیزا است. امی هم اعتبار نداره. در قرآن کریم یگانه نفری که واضح کافر بودنش به اصطلاح و جهنمی بودنش آمده ابولهب است. کاکای اصلی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. تبت یدا ابی لهب و تب. فهمیدین؟ پس انسان از اینجا دو مفهوم بیاد بگیره. مفهوم اولش است که انبیاء علیهم السلام از خانواده های بزرگ میان، اما این نسب ملاک بر نجات نیست. ملاک بر نجات نیست. ملاک بر نجات چیست؟ اتباع از دین الله متعال و داشتن عقیده سالم مطابق با شریعت الله تبارک و تعالی و پیروی کردن از آنچه که الله تبارک و تعالی میگه. میخواد رسول الله صلی الله علیه و آله هنگامی که دعوت خدا علنی هم تک تک از اقارب و فامیل های نزدیک خدا گفت ای فلانی بچه فلانی من تو نجات دادن نمیتونم، ای فلانی بچه فلانی تو نجات دادن نمیتونم، نامشان میگرفت، ای فاطمه دختر محمد من تو از عذاب الله نجات دادن نمیتونم. به دین الله ایمان بر و عمل بکن که تا از اون نجات پیدا بکنی. دقت کردین؟ پس الله متعال برای ما شما هم توفیق پذیر نصیب بکنه که دین الله متعال و شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم و زندگی پیامبر بزرگوارش را دقیق بفهمیم و الله متعال توفیق پیروی و اتباع عالمانه است. صلی الله علیه و سلم بر همه ما شما نصیب بکنه. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.